کادرهای پرسشی. قبل از بررسی این موضوع در مورد کادرهای پرسشی لازم به ذکر است که این کادرهای پرسشی آنهایی نیستند که یک نفر در هنگامی که با مطلب در ارتباط می باشد از آنها استفاده می کند. از کادرهای پرسشی می توان در برنامه نویسی مطلب و بسط و توسعه برنامه استفاده کرد. در مطلب این فعالیت‌ها با استفاده از توابع UIGetFile و UIPutFile اجرا می شوند. هیچ کدام از این توابع به طور واقعی فایل را باز و یا ذخیره نمی کند. در صورت امکان UIGetFile و UIPutFile از کادرهای پرسشی استانداردی استفاده می کند که در سیستم عامل شما در دسترس می باشد. در نتیجه طرح و شکل آنها از یک سیستم عامل به سیستم عامل دیگر تغییر می کند. به عنوان مثال دستور UIGetFile را در خط فرمان بدین صورت درج نمایید: Help UIGetFile. به این نکته توجه نمایید که UIGetFile به دایرکتوری های موجود در مسیر جستجوی مطلب محدود نمی شوند. تابع UIPutFile متن راهنمای شرح این جزئیات را نشان می دهد. برای انتخاب یک رنگ از تابع UISetColor استفاده نمایید. این تابع یک GUI را ارائه می دهد تا با استفاده از آن یک RGB انتخاب کرده و یا یک رنگ گرافیکی ویژه را تنظیم کنید. برای این منظور تابع را بدین صورت در خط فرمان درج کنید: Help UISetColor. اگر می خواهید از یک فونت برای این منظور استفاده کنید، تابع UISetFont را به کار برید. این تابع برای انتخاب فونت و خواص فونت ها مانند آنچه در متن راهنما موجود است استفاده می شود. لازم به توضیح است در پایان هر قسمت یک مثال برای این منظور وجود دارد. برای درک بهتر مسائل ذکر شده، تابع فوق را به یک متغیر نسبت دهید تا جعبه فونت بدین صورت بازگردد. اگر می خواهید از جعبه رنگ استفاده کنید، دستور UISetColor را بدین صورت استفاده نمایید.